سلام بر شما. مهمترین خبرها در 21 امشب. استقبال طوفانی از نمایشگاه مجازی کتاب تهران. فروش 21500 جلد کتاب در 3 ساعت نخست. رئیس جمهور: صلح پایدار نه از مسیر قدرت و جنگ بلکه از طریق دانایی است. جان فدایان ایران پای کار وطن با مصرف بهینه آب و انرژی. با هدف مدیریت مصرف انرژی، ساعت کار دستگاه‌های اجرایی هم از امروز به 7 صبح تا 13 تغییر کرد. بالاخره روز وقتی زودتر شروع میشه، فعالیت هم زودتر شروع بشه، در دمای خنک‌تر مطمئناً نیاز به سرمایش کمتر خواهد بود. سفر پرهزینه اما بدون دستاورد. انتقادهای گسترده در آمریکا از ناکامی‌های ترامپ در سفر به چین. نگاه چین به این سفر ترامپ این است که آمریکا قدرتی در حال زوال و چین قدرتی در حال ظهور است. عکس‌العمل‌ها و رفتارهای ترامپ هم این را برای همه دنیا ثابت کرد. و خرید بیش از 1.5 میلیون تن گندم از کشاورزان در کمتر از 3 هفته. وزیر جهاد کشاورزی: پرداخت سریع مطالبات گندمکاران در دستور کار دولت است. تولیدمون بالای 13.5 میلیون تن و خرید رو هم انشالله نزدیک 10 میلیون تن رو پیش بینی می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه خبر و شبکه 1 و همچنین شنوندگان محترم شبکه رادیویی خبر که صدای ما رو روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز دریافت می‌کنید، دعوت می‌کنم که بیننده و شنونده خبر 21 امشب باشید. در ابتدا سال روز شهادت ابن الرضا حضرت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. رئیس جمهور در پیامی به مناسبت آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب نوشت: کتاب حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری و میراثی است که ملت‌ها به واسطه آن می‌اندیشند، گفتگو می‌کنند و مسیر آینده خود را روشن می‌سازند. آقای پزشکیان نمایشگاه کتاب را نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ دانست و گفت جوامعی که کتاب را محور حیات اجتماعی و فرهنگی خود قرار دادند، از بحران‌ها و تاریکی‌های جهل عبور کردند. رئیس جمهور گفت در دورانی که خشونت، افراطگرایی و سلطه طلبی امنیت ملت‌ها را تهدید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری نیاز به ترویج کتاب و کتابخوانی احساس می‌شود. آقای پزشکیان تاکید کرد صلح پایدار نه از مسیر قدرت و جنگ بلکه از طریق دانایی، اخلاق و تفاهم انسانی شکل می‌گیرد. هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران که امروز آغاز به کار کرده، در 3 ساعت نخست فروش 21500 جلد کتاب را ثبت کرد. در نمایشگاه امسال بیش از 2000 ناشر ایرانی و خارجی جدیدترین عناوین چاپ و نشر را عرضه کردند. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، رویدادی که از سال 1366 آغاز به کار کرد و تبدیل شد به یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. این نمایشگاه در دوران کرونا در سال 1399 به صورت مجازی نیز برگزار شد و از آن زمان نمایشگاه مجازی کتاب در دستور کار نهادهای فرهنگی قرار گرفت و چند دوره دیگر در کنار نمایشگاه حضوری کتاب به فروش کتاب‌ها کمک کردند. امسال هم به صورت مجازی برگزار می شود تا فرصتی دیگر برای برگزاری نمایشگاه حضوری، اقدامی که برخی آن را قرارگاهی برای علم، خردورزی و آگاهی دانستند و گروهی دیگر نیز آن را ایده‌ای موفق در ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و نمادی از شکست ناپذیری ایرانیان معرفی کردند. ما مردمی هستیم که تحت هر شرایطی خواندن، دانستن، علم آموزی، معرفت اندوزی رو فراموش نمی کنیم. چرخه نشر و صنعت نشر رو سرپا نگه می‌داره، اجازه نمیده که ارتباط نویسنده با ناشران و ارتباط کسایی که به کتاب علاقه دارن با کتاب قطع بشه. نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 2 خرداد در بستر فضای مجازی پایگاه اینترنتی book.icfi.ir قابل دسترسی است.
ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما. سخنگوی دولت از آغاز ثبت نام وام ضروری 75 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری خبر داد و گفت این وام با کارمزد 4% و بازپرداخت 36 ماهه در 10 نوبت به متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. سخنگوی دولت گفت برنامه‌ریزی برای تامین مالی حدود 30,000 واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید هم صورت گرفته. خانم مهاجرانی اعلام کرد برای بهینه‌سازی مصرف انرژی هم تاکنون 75 شرکت در 29 استان با شرکت گاز قرارداد امضا کردند. وزارت نفت و به خصوص شرکت ملی گاز اعلام کرد که اجرای مستمر و هدفمند طرح‌های بهینه‌سازی یکی از محورهای اصلی مدیریت مصرف انرژی در کشوره که خوشبختانه اقدامات خوبی هم توی این زمینه صورت گرفته و در حوزه‌های کشاورزی، صنایع، نیروگاه‌ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها که بخش‌های انرژی بر هستند، طرح‌های بهینه‌سازی به شدت در حال دنبال شدن هست و همکنون 75 شرکت کاربر در 29 استان کشور با شرکت‌های گازرسانی قرارداد امضا کردند و توسعه همکاری این شرکت‌های کاربر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از رویکردهای مهم شرکت ملی گاز هست. با هدف مدیریت مصرف انرژی از امروز ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی به 7 صبح تا 13 تغییر کرد. در قالب اجرای طرح کاهش مصرف برق اداره‌ها، دستگاه‌ها موظف شدند در ساعت اداری 30% و پس از ساعت 13 70% مصرف خود را کاهش دهند. وزیر نیرو گفت پیگیری‌ها برای تغییر ساعت رسمی کشور هم ادامه دارد. نور خورشید و برق. این بار صحبت از تولید برق، آن هم از صفحه‌های خورشیدی نیست. درست در نقطه مقابل مناقشه برای کاهش مصرف برق با تغییر ساعت رسمی کشور است. امسال وضعیت برق کشور متفاوت است و دشمن برخلاف قوانین بین‌المللی طی جنایتی جنگی تاب‌آوری صنعت برق ایران را هدف قرار داده. من نمیتونم به ضرس قاطع بگم امسال بدون خاموشی رد میشیم، چون ما در جنگیم. 4,000 خورده مگاوات، نزدیک 5,000 مگاوات نیروگاه ما رو زدن. ما الان برای پتروشیمی ها، برای فولادی ها، برای صنایعی که از این محل آسیب دیدن بهشون اعلام کردیم که فعلا آمادگی داریم که تا نیازشون رو تامین کنیم. این آمادگی فعلی برای دائمی شدن نیاز به تصمیمی جدی دارد. تصمیمی به مراتب ارزان قیمت‌تر از تولید برق. تغییر ساعت رسمی کشور به گفته مسئولان صنعت برق 1000 مگاوات معادل میزان تولید برق نیروگاه اتمی بوشهر در کاهش مصرف برق تاثیر دارد. این یک موضوع روتین در همه دنیاست. بالاخره روز وقتی زودتر شروع میشه، فعالیت هم زودتر شروع بشه، در دمای خنک‌تر مطمئنا نیاز به سرمایش کمتر خواهد بود. تغییر ساعت رسمی مطمئنا کمک به این خواهد کرد که 1000 مگاواتی که شما اشاره کردید در کشور صرفه‌جویی خواهد شد. ما موافق با این هستیم، یعنی وزارت نیرو اصلاح ساعت رسمی کشور حدود 1000 مگاوات کاهش مصرف رو به دنبال خواهد داشت. میزان برقی که برای تولید آن یک مجموعه عظیم نیروگاهی به ارزش 600 میلیون یورو نیاز است. ببینید یک واحد 500 مگاواتی آقای حاجی بابایی قیمتش 300 میلیون یوروه. 500 مگاوات فقط برق تولید بود. 300 میلیون. خب برید قیمت جهانی رو ببینید. اما این طرح چرا در کشور اجرایی نشد؟ سال گذشته این پیشنهاد توسط دولت ارائه داده شد. متاسفانه اون اسناد پشتیبانی که قانع بکنه نمایندگان رو به این توسط دولت دیر ارائه شد. گزارشاتی که در دهه‌های گذشته پس از اجرای این تغییر ساعت‌ها جمع‌بندی شد، اون زمانی هم که به اصلاح این موضوع انجام گرفت معلوم شد که این نوع کاهش مصرف گزارش درستی نبود. یعنی در عمل اتفاقی نمیافتاد. این در حالی است که پژوهشی در ابتدای سال 1400 از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد که دلایل علمی مؤثر بودن تغییر ساعت رسمی کشور بر کاهش مصرف را تایید می‌کند. مخالفان این طرح نیز نظرات دیگری دارند. ما به جای اینکه ساعت رسمی کشور رو تغییر بدیم، دولت میتونه هر مدتی را که مد نظرش است ساعت اداری کشور رو بیاره پایین. تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد تفاوت ساعت کاری ادارات و بانک‌ها با اصناف و بازاریان مشکلاتی در پی داشته است. هدف گذاری برای میزان کاهش مصرف برق برای امسال مشخص است. اگر ما بتونیم 3% این مصرف رو کاهش بدیم با مصرف بهینه، یه عدد بزرگی
از منابع مالی کشور میتونیم صرفه‌جویی کنیم. این دقیقاً رقمی است که در پژوهش مذکور به آن اشاره شده و با شیوه تغییر ساعت رسمی کشور قابل تحقق است. اما تازه ترین اخبار پیگیری این طرح چیست؟ نظر کارشناسی وزارت نیرو کتباً داده شده. لذا خواهش میکنم صبور باشید تا اینکه این نتیجه در جلسات مشترکی ما با مجلس شورای اسلامی داریم ان شاءالله جمع بندی. پس گرم نزدیک است به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در گرو این تصمیم است. داوود نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما. سخنگوی آبفای تهران بارندگی‌های 2 ماه اخیر هرچند توانسته کمی از ناترازی‌ها در حوزه آب را پوشش دهد، اما هنوز سدهای تهران به ذخیره قابل اعتماد نرسیدند و مصرف بهینه مردم می‌تواند کمک بسیاری در حفظ این سرمایه ملی باشد. بارندگی‌های اخیر ماه‌های گذشته ما سال لذت نکنیم. اگر در سرجم بارندگی و شرایط مثبتی نسبت به سال گذشته مشاهده می‌کنیم، اما 5 سال کمبارشی و خشکسالی شرایط سدهای تهران رو در حالتی قرار داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 110 میلیون متر مکعب کسری مخازن رو شاهد هست. کاهش رو می‌بینید که پر مصرف‌هایی که نزدیک به 2 برابر الگوی مصرف، یعنی تا 24,000 و بعد مصرف‌هایی که بیش از 24,000 هر خانواده‌شون در ماه مصرف می‌کنن، در یه نصفش کنی و یا استفاده از کاهنده آب مصارف خودشون رو تعدیل بکنن. افتتاح 198 مرکز بهداشتی درمانی در هفته سلامت به یاد شهدای میناب. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان 160 طرح بهداشتی، 28 طرح درمانی و 10 مرکز سلامت روان در کشور را به یاد شهدای میناب افتتاح کرد. افتتاح همزمان 198 طرح بهداشتی درمانی به مناسبت هفته سلامت و به یاد شهدای مینا. 160 پروژه بهداشتی، خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشت زیست، محیط بهداشت برای پزشکان و همچنین مراکز درمانی مثل CT اسکن، پت اسکن در حوزه‌های درمانی و 10 مرکز سراج که سلامت روانی و اجتماعی رو حمایت میکنه در کشور افتتاح شد. از این تعداد 10 مرکز با عنوان سراج برای پایش سلامت روان راه اندازی شدند. برای اولین بار در کشور در وزارت بهداشت درمان طرح سراج در نظام شبکی داره ادغام میشه. این کار فوق‌العاده‌ایه. ما الان یه چیز حدود 106 تا مرکز در حال حاضر فعال هستند. 10 تا مرکز امروز افتتاح میشن و این مراکز علاوه بر کارشناسی روانشناسی، ما روانپزشک هم داریم و مهمتر از اون برای اولین بار کار مددکاری هم اضافه شده. وزیر بهداشت از پوشش کامل خدمات سلامت در دوران جنگ گفته و از توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی خبر داده. یه پیام داره که ما در میانه جنگ کارهای رو به جلو و محکمی رو که قدم‌های محکمی رو که برای حوزه سلامت داریم برمی‌داریم ادامه میدیم و این باعث میشه که ما در مسیر کار سلامتیش وقفه و توقفی نداشته باشیم. تا پایان سال هر هفته یک مرکز سلامت روان سراج در کشور افتتاح می شود و تعداد این مراکز در کشور به 300 می رسد. هانیه جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور با قدردانی از مواضع اخلاقی پاپ در قبال تجاوزات اخیر به ایران بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقع بینانه و منصفانه از سوی جامعه جهانی تاکید کرد. آقای پزشکیان در این پیام خواستار مقابله کشورهای جهان با مطالبات غیرقانونی و سیاست‌های ماجراجویانه و خطرناک آمریکا شد. رئیس جمهور گفت حملات آمریکا و اسرائیل صرفاً علیه ایران نیست، بلکه علیه حاکمیت قانون و ارزش‌های انسانی است. آقای پزشکیان افزود جمهوری اسلامی ایران همچنان پایبند به دیپلماسی و راه حل‌های مسالمت‌آمیز است.
معاون اول رئیس جمهور در بازدید از شرکت فولاد خوزستان بر تسریع بازسازی بخش‌های آسیب دیده این شرکت تاکید کرد. آقای عارف گفت دشمن از گذشته به دنبال ضربه زدن به اقتصاد و علم و فناوری ایران بوده، اما همواره شکست خورده چون فناوری ایران بومی است. معاون اول رئیس جمهور همچنین بر حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تأکید کرد. ما از حق حاکمیت خودمون در مورد تنگه هرمز گذشته بودیم و اجازه داده بودیم که از تنگه‌ای که متعلق به ایران هست بیاد تجهیزات نظامی که میخوام بر علیه ما استفاده کنه عبور کنه. دیگه این کارو نمی‌کنیم. وزیران کشور ایران و پاکستان بر گسترش همکاری‌های سیاسی و تجاری تاکید کردند. آقای مومنی در دیدار با همتای پاکستانی خود در تهران با اشاره به روابط تاریخی دو کشور و تاکید بر این که همواره این روابط حسنه بوده گفت در این دیدار بر گسترش همکاری‌ها در دو سوی مرزها تاکید شد. یکی از محورهای صحبت‌های امروز هم موضوعات تجارت مرزی بود که توافق شد که انشالله هم از سوی ایران و هم از سوی پاکستان تسهیلاتی صورت بگیره، فرایندها کوتاه‌تر بشه و مبادلات مرزی و ترانزیتی و تبادل کالا و تجارت انشالله با سهولت بیشتری انجام بشه. بحث‌هایی هم در خصوص باز کردن در واقع مسیرهای جدید داشتیم که اون در حال بحث و بررسی است، ولی روی هم رفته در خصوص امنیت مرزها، مبادلات تجاری و روابط فیمابین بحث‌های خوبی مطرح شد. سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم با اشاره به اینکه در این دیدار درباره موضوعات مختلف از جمله روابط و امنیت مرزها صحبت شد ابراز امیدواری کرد به زودی راه حل ملموسی در این زمینه‌ها برای گسترش همکاری‌ها پیدا می‌کنیم. نخست وزیر عراق به تمام گمرک‌های این کشور دستور داد تا جریان ترانزیت کالا میان دو کشور فعال شود. بر همین اساس اداره گمرک‌های مناطق شمالی، مرکزی، غربی، جنوبی، اداره گمرک بار هوایی و گمرک فرودگاه بین‌المللی بغداد موظف شدند تا حمل و نقل و بارگیری مجدد کالاها با ایران را فعال کنند. پیش از این و علیرغم محاصره دریایی آمریکا، تجارت ریلی ایران و چین 3 برابر شده و پاکستان هم یک مسیر ترانزیتی جدید با ایران راه اندازی کرد تا مجوز عبور کالاهای کشورهای ثالث از طریق خاک این کشور به مقصد ایران فراهم شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی در فضای مجازی تاکید کرد فقط کشتی‌های طرف همکاری با ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند. آقای عزیزی در این پیام با بیان این که ایران سازوکار حرفه‌ای را برای مدیریت ترافیک تنگه هرمز تهیه کرده که بر اساس آن فقط کشتی‌های تجاری و طرف‌های همکاری با ایران از آن بهره مند خواهند شد، تصریح کرد با این سازوکار حقوق لازم در ازای خدمات تخصصی ارائه شده برای ایران اخذ می شود و این مسیر کماکان برای عاملین پروژه به اصطلاح آزادی بسته خواهد ماند. حزب الله لبنان در پاسخ به تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی و حملات متعدد به جنوب لبنان چند تجمع نظامیان اشغالگر را هدف قرار داد. نیروهای مقاومت لبنان همچنین یک خودروی نظامی ارتش صهیونی را در میدان شهر طیبه منهدم کردند. رژیم صهیونیستی از صبح امروز با نقض آتش‌بس چندین شهرک را در جنوب لبنان بمباران کرده. وزارت بهداشت لبنان با هشدار درباره حمله اشغالگران به زیرساخت‌های درمانی، درباره تعطیل شدن برخی مراکز و در خطر بودن جان مجروحان و بیماران هشدار داد. از 11 اسفند و آغاز موج جدید حملات صهیونیست‌ها به لبنان تا کنون 2969 لبنانی شهید و بیش از 9000 تن زخمی شده‌اند. حامیان فلسطین در کشورهای مختلف جهان به مناسبت 78مین سالروز آوارگی گسترده فلسطینیان که از آن به روز نکبت یاد می شود تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در شهر لندن، نیویورک آمریکا و هانوفر آلمان توقف اشغالگری و جنایت‌های صهیونیست‌ها را در فلسطین خواستار شدند.
در پاریس پایتخت فرانسه هم در جریان تظاهراتی گسترده فعالان صلح یک پرچم بزرگ فلسطین را روی برج ایفل قرار دادند. پلیس فرانسه شماری از این فعالان را دستگیر کرد. جنبش فرانسوی شورش انقراض که تعهد زیست محیطی خود را به آرمان فلسطین پیوند می‌دهد اعلام کرد نمی‌تواند در مواجهه با نسل کشی در فلسطین بی تفاوت بماند. در استکهلم پایتخت سوئد هم در تجمع ضد صهیونیستی نمایش خیابانی درباره جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه پزشکان و کادر درمان غزه اجرا شد. همزمان با حرکت کاروان دریایی ناوگان صمود، یک کاروان زمینی هم برای شکستن محاصره غزه عازم گذرگاه مرزی رفح می شود. این کاروان زمینی یک هفته پیش از الجزایر حرکتش را آغاز کرد و بعد از گذشتن از تونس در حال عزیمت به کشور لیبی است. این کاروان شامل نیروی داوطلب پزشکی، مهندسان و گروه‌های حقوق بشری است. ناوگان دریایی هم که شامل 54 شناور است، ساحل ترکیه را ترک کرده و در مسیر غزه است. بعد از 2 بار حمله صهیونیست‌ها به ناوگان دریایی صمود، این کاروان سومین تلاش فعالان صلح برای شکستن محاصره غزه است. از نیمه اسفند پویش ملی درختکاری سرو ایران به یاد رهبر شهید انقلاب که دغدغه سرسبزی ایران عزیز را داشتند با مشارکت همدلانه مردم جانفدا آغاز شده و به دستور رهبر رشید انقلاب این پویش تا پایان بهار تمدید شده. یکی از جلوه‌های باشکوه این پویش ملی همکنون با توزیع نهال در میدان انقلاب در جریان است. توضیحات بیشتر از این حرکت زیبای ملی را از آقای حسینی بای میشنویم. بفرمایید آقای حسینی بای. به نام خدا من هم خدمت شما عرض سلام دارم. اینجا میدان انقلاب است و من از مقابل موکب شهدای سازمان منابع طبیعی و آب خیزداری کشور برای شما گزارش میکنم. این عزیزانی که اینجا مشاهده میکنید اومدن که در واقع نهال بگیرن به طور رایگان، اونم در قالب یک پویش که توضیح دادید. این صحنه رو خودتون کاملا گویا هست که این کار داره صورت میگیره، اما چون وقت کم است من یک گفتگوی خیلی کوتاهی انجام میدم با آقای دکتر افلاطونی رئیس منابع طبیعی کشور. اولا سلام به همه عزیزانی که اینجا هستن، سلام میکنم، درود بر شما و سلام به عزیزانی که اینجا دارن کار میکنن. آقای دکتر وقتمون کمه، در حد 1 دقیقه این کار رو توضیح بدید تا کی هست، به چه صورته؟ به نام خدا در راستای طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت برای سرسبز کردن ایران عزیزمون، ما در سازمان منابع طبیعی آب خیزداری کشور مبادرت به تولید و توزیع نهال بین مردم کردیم و این کاری که الان میبینید تحت عنوان پویش سرو ایران و توسط قرارگاه جهادی سرو ایران در سازمان منابع طبیعی در حال انجام هست. آقای دکتر تا کی هست این کار؟ فقط میدون انقلاب یا میادین یا کل کشور هم؟ تمام سطح کل کشور در حال انجام هست. ممکنه روزش یا شبش متفاوت باشه ولی در کل کشور در حال انجام هست. در همین ایام و لیالی که مردم عزیزمون در خیابان‌ها حضور دارند ما هم توزیع نهال انجام. چه درختایی هستن؟ نهال چه درختایی هستن؟ درخت‌های مثمر و غیر مثمر در حال توزیع هست. این درخت سرو هست که ما گفتیم سرو ایران، این بادام هست، این گردو هست، این سنجد هست و این هم زیتون. فقط در میادین توزیع میشه، درسته؟ اگه مردم میادین هم در ادارات منابع طبیعی سراسر کشور. درود بر شما، بازم خسته نباشید. دیگه ما وقتمون کمه. از شما بینندگان عزیزم خداحافظی می‌کنم. بله خیلی ممنونم. خرید گندم از مرز 1,500,000 تن گذشت. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت پیگیری‌ها برای پرداخت مطالبات گندمکاران در دستور کار دولت است. تولیدمون بالای 13.5 میلیون تن و خرید رو هم انشالله نزدیک 10 میلیون تن رو پیش بینی میکنیم که الان هم به حدود 1.5 میلیون تن رسیده و داریم پیگیری میکنیم که انشالله از طریق سازمان برنامه بودجه پرداختی های لازم هم با سرعت انجام بگیره که حاصل زحمت کشاورزان عزیز و زحمت کش ما انشالله هر چه سریعتر به دستشون برسه.
حریق در انبار کارخانه روغن موتور مراغه مهار و از سرایت به اطراف جلوگیری شد. مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی گفت انبار کارخانه روغن موتور صبح امروز دچار حریق شده بود که پس از حدود 8 ساعت این آتش مهار شد. عملیات اطفاء حریق با حضور تیم‌های موجود همچنین شهرداری تبریز آغاز شده و بعد از گذشت حدود 7 ساعت 8 ساعت اطفاء حریق انجام شده و همکاران بنده در مجموعه‌های عملیاتی اقدام به لکه‌گیری می‌کنند. علت حادثه و میزان خسارت توسط تیم‌های ارزیاب در حال بررسی هستش که به محض تکمیل گزارش به استحضار مردم شریف استان خواهد رسید. آسمان شمال غرب، برخی نواحی غرب، دامنه‌های البرز و سواحل غربی دریای خزر ابروی باران است. امروز هم در برخی مناطق رگبار باران گزارش شد. که طی 24 ساعت آینده ما شاهد بارش‌ها در بخش‌های شمال غرب، نواحی غربی کشور، سواحل جنوبی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز هستیم که بارندگی‌ها در این مناطق به شکل رگبار باران همراه با رعد و برق، گاهی اوقات همراه با وزش بادهای شدید هستش. در مناطق مستعد حتی بارش‌ها به شکل بارش تگرگ هم پیش بینی میشه. تداوم بارش‌های بهاری در هفته پایانی اردیبهشت، رگبار باران و رعد و برق در 13 استان. ما هم امروز اومدیم بیرون برای قدم زدن، واقعا لذت بخشه. از برف ارتفاعات و نواحی کوهستانی در آذربایجان غربی تا آب گرفتگی معابر و تگرگ در اردبیل. از صبح امروز در برخی شهرهای واقع در نواحی غربی و شمال غرب کشور، دامنه‌های البرز و سواحل غربی دریای خزر آسمان ابری و بارانی و همراه با رعد و برق بود. شکر خدا، این بارندگی همش نوره. ما هم خودمون کشاورزی هم عالی، خدا رو شکر. با تشکیل فعالیت سامانه بارشی سازمان هواشناسی برای فردا در استانهای اردبیل، گیلان و ارتفاعات زنجان و قزوین هشدار نارنجی صادر کرده. بارندگی خوب بوده، منتها باید از صرفه‌جویی آب دقت لازم داشته باشیم و آب هدر ندیم. از طرف دیگر وزش باد شدید در استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان و برخی نواحی کردستان و خوزستان موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شد. واقعا اگر ضروریت نداره بیرون نیایید. بر اساس آخرین داده‌های سازمان هواشناسی به طور میانگین در بهار امسال 65 میلیمتر و از ابتدای سال آبی 221 میلیمتر بارندگی در کشور به ثبت رسیده. سعید حاجیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.